a bitch! Get away from me! جونمو برگردون! What the hell? کافیه دیگه مسخره. دارین چه غلطی میکنی؟ روانیه. بله باشه Go to hell. رسیدیم کدوم رستوران بریم؟ رستورانای خیابونی. من غذاهای اونجا رو ترجیح میدم. نوشابه های گیاهی و اسنک خونگی. واقعا با بقیه فرق برای داره؟ همین با هم ازدواج کردیم. کوالالامپور، مالزی. آقای شیوفی، آقای موری از کارهای اخیرتون خیلی راضی بودن. منتظرتونن. مشتاقن شما رو ببینن. از این طرف لطفاً. آقای موری، حالا که ترتیب رستوران‌های آنلاین داده شد، ما اعلام فعالیتمون رو در زمینه پولشویی و تجارت ارز دیجیتال در بازار سیاه افزایش بدیم. تجارت بازار سیاه برای آدمی با مهارت تو خیلی سطح پایینه. یه کار خیلی بزرگتر و جالبتر برای تو در نظر دارم. ازت میخوام اوسیس رو هک کنی. شرکت آقای پارکشی؟ ولی واقعا این غیر ممکنه. هر چیز و هر کسی یه نقطه ضعفی داره. مطمئنم میتونی نقصش رو پیدا کنی. یادت باشه اینجا زمان نقش حیاتی داره. برای عملی کردن نقشه با این مقیاس به یه همکار دیگه نیاز دارم. مرد، زن، پیر، جوان، با ماسک، بدون ماسک، خوب و بد. هر نقابی یه معنی داره. اونی که خوشت میاد رو انتخاب کن. استتار یعنی خود واقعی تو یه سایه است. کاملا با عقل جور در میاد. همه تو اینترنت نقاب میزنن. هکرها همیشه نقاب استتار دارن. اونا همه جا هستن. اونا نینجاهای الکترونیکی سیستم ها هستن. این اتفاق جالبی بود. شما کدوم انتخاب میکنید؟ من فقط ماسکارو نقاشی میکنم. یه نفر رو پیدا کن که بهش اعتماد داشته باشی. البته حتما اجازه میدی که من ارزیابیش کنم. طبق قاعده معمول انجام کار در مدت کمتر هزینه بیشتری داره. دستمزدمو 2 برابر میکنم. به خاطر دوستیتون قیمتو پایین تر نمیاری؟ اون
امیدوارم بتونی از پولت استفاده این که کنی. استفاده میکنه یا نه به تو ربطی نداره.嗯，哎，咱们要接了一单大的，完事了你必须陪我出去度假，记住啊，必须的。我会让你好好享受。دیگه نمیخوری؟ نه سیر شدم. فهمیدم کیو استخدام کنم. مربوط به زمانی میشه که دانشگاه میرفتم. کاملا مطمئن بودم که مسابقه فینالو میبرم و نفر اول میشم. 想第一，也怪我太掉以轻心。 ولی گاردم و پایین آوردم و ناگهان سر و کله یه اسب سیاه پیدا شد و منو زد. کاپیتان دزد درگاهی خودشه. صورت سر شانگهای چی؟ داره به من نگاه میکنه؟ نه 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 داره به بطری شیر نگاه میکنه. داره میاد. داره به من نگاه میکنه. نه داره به شیر نگاه میکنه. عجیبه. 牛奶用看这么久吗？ این چیکار داره میکنه؟ رفت؟ سلام. موجودی ندارین خانم. جدی میگی؟ پول نقد دارین؟ نمیتونم بخرمش، ببخشید. من پرداخت میکنم. میتونید بعد هم بهم بدید. ممنون. عجیبه ها، صبح ازش استفاده کردم. شاید حسابتو هک کرده باشن. جدا؟ اجازه بده ببینم. آره امتحان کن. اون کار میکنه. شما نابغه این. یه سوال داشتم ازتون بپرسم. ها حتما. بذار کد گوشیتو اسکن کنم. ممنون که کمکم کردین. کاری نکردم. اگه بازم گوشیت مشکلی داشت بهم زنگ بزن باشه. بازم ممنون. خداحافظ. با اجازه. یکی از ایمن‌ترین سیستم‌های امنیتی در شرکت اوسیس گلوبال با سیستم حمل و نقل عمومی مالزی قرارداد دارد و به سیستم عامل ویژه کشور مالزی در حوزه حمل و نقل هوایی، ریلی و جاده‌ای تبدیل شده است. علاوه بر این اوسیس 2 به زودی به صورت آنلاین منتشر خواهد شد. امروز حساب بانکی خانمی هک شده بود که من تونستم براش حل کنم. چرا اینطوری بهم نگاه میکنی؟ یعنی یه بازی کامپیوتری بود. آره حق با توی، باید زودتر یه کار پیدا کنم.
یه هکر گمنامه، چرا مجبوریم نگاش کنیم؟ این چیه؟ در نگاه اول فقط یه جفت حلقه ایستادم، اما در حقیقت برای کارمونم خیلی مفیده. Hey! من میرم باشه با اجازه. سلام دی هامی، واقعا خودتی؟ خیلی وقت ندیدمت. هم کلاسی قدیمی. شما کی هستین؟ همکلاسی من انقدر پیر نبودم. طبیعتا همکلاسی قدیمی پیرم. چت شده؟ رو کوله پاشید یه دوربینه، بذارشو برو دستشویی. تو دیگه کی هستی؟ اسممو از کجا بلدی؟ غیر از اسمت میدونم که یه هکر حرفه‌ای هستی که بهت میگن کاپیتان دوز دریایی. وقتی 13 سالت بود برنامه نویسی رو شروع اشتباه کردی. گرفتی. لحظت تکن نخور. چه شده؟ من یه پلیسم. پلیس شانگهای کمک کرد پیدات کنم. کارت شناسی. بیا. دفتر مرکزی اطلاعات هنگ کنگ، فرمانده واحد چوت سنیوان. تو چی پر از کارت تقلبیه؟ باور نمی‌کنم. ببینم زبرا رو یادت میاد؟ تو مسابقه هکرها حریفت بود؟ زبرا؟ سالها بود چیزی ازش نشنیده بودم. زیاد بهش فکر نمی کنم. یکی بود که ازش بردم ولی هیچ وقت ندیدمش. ولی اثر عمیقی روی من گذاشت. یادمه توی مسابقه‌ای که اون سال برگزار شده بود فکر میکردم ظرف 1 ساعت برنده میشم، ولی اون یارو زبرا بود. مبارزه خیلی سرسختی بود، خیلی قوی بود. 12 ساعت کامل با هم می جنگیدیم. میتونی تصور کنی انگشتام تقریبا خورد شده بودن و اکسیژن به مغزم نمی رسید، اما در نهایت شکستش دادم. البته منم واقعا از پا در اومدم. پس به عنوان کسی که لقبش کاپیتان دوز دریایی خیلی مبارزه کردی، اما الان فقط یه خوره کامپیوتر خونه نشینی. چقدر حیف. خب که چی؟ این جرمه؟ مطمئناً خوره کامپیوتر خونه نشین بودن جرم نیست، ولی زبرا توی شبکه تاریک کار میکنه، برای باندهای خلافکار بین المللی هک میکنه. چند روز پیش تو هنگ کنگ آفتابی شده. خب این موضوع چه ربطی به من داره؟ مطلع شدیم داره میاد شانگهای تا به تو پیشنهاد کار بده. به من؟ تو به عنوان یه پلیس باید بری دستگیرش کنی و از من محافظت کنی. این زبرا خیلی تر و فرزه، مثل برق و باد جا به جا میشه. 1 ساله که دنبالشم ولی هیچ ردی از خودش به جا نمیذاره. حالا که نگاهش روی تو متمرکز کرده میخوایم تو بازی خودش شکستش بدیم. نه هرگز چنین کاری انجام نمیدم. من خیلی جوونم، در ضمن بیماری قلبی دارم، فشار خونم بالاست و کلیه‌ام درست کار نمیکنه.
سیستم عصبی من به هم ریخته و ترس از ارتفاع دارم. تو واقعا فکر میکنی من اینقدر احمقم بچه جون؟ میبینی؟ حتی دروغم نمیتونم بگم. یه آدم مناسب تر پیدا کن. خداحافظ پاییزی. اون قطعا میاد سراغت. هیچ جایی برای مخفی شدن نداری. کار سختی نیست. مأمور مخفی ما باش. مای موویز تقدیم میکنم. داری جاسوسی منو میکنی؟ کاپتان دزد درگاهی. عصر خیر. چه روزی شد. 一天我都不安生。 به کمکت نیاز دارم. تو کی هستی؟ به نمیشناسم. زودی همدیگه رو خواهیم دید. خدای من همه جا هست. انگار پلیس راست میگفت. یعنی واقعا در خطرم. من که شهروند خیلی خوبی بودم، خرافی نکردم. چرا این چیزا برام اتفاق میفته؟ بیا هومینگ. تمرینات مخفی ما بسیار پیش رفتن، پس باید حسابی تلاش تو بکنی. زبرا اسم واقعی شیافیه. از زمانی که تحصیل تو دانشگاه رو شروع کرد یه هکر درجه 1 بود. بعدها مخفیانه به اروپا رفت و در اونجا کار جاسوسی رو انجام داد. دستمزدش خیلی بالاست و همیشه در فهرست گروه‌های جنایتکار قرار داره. اگه به یکی مثل اون برخورده بودم تا حالا کارم تمام بود. آقای هاومینگ، امروز وقتتون آزاده؟ ممنون که اون روز کمکم کردین. میتونم برای عصرونه دعوتتون کنم؟这手机是不是坏了？ یعنی این گوشیم خراب شده. 我手机怎么会坏了？ 5-6个算命 کلی از کارشناسی تلویزیون میگن آینده در مسیر زندگیمه. راستی چرا اون دختر دیگه پیام نداد؟ آخه من چرا باید وارد این ماجرای پلیسی بشم؟ باید چیکار کنم؟ یعنی من یه ابله‌ام؟ لابد گوشیش خراب شده که پیام نمیده. آره حتما همینطوره. اصلا بی خیال. بهتره تمرینامو دنبال کنم. سویی هیچ سابقه ای ازش وجود نداره. ظاهرا تازه مهاجرت کرده به اینجا. پدر و مادرش رو از دست داده و هیچ خویشاوندی نداره. چند سال پیش با شیافی آشنا شده، البته توی عملیات خلافکارانه. به تازگی با هم ازدواج کردن. دختره یه جنایتکار حرفه‌ایه. سوی کجایی دارم میام؟
امکان داره اون گوشی تو بررسی کنی؟ بالاخره همدیگر رو دیدیم. کاپتان دوز دریایی. شما؟ بیا بشین. پایپ یه سیستم آنلاین پرداخت مشهوره. کمک کن هکش کنم. ظرف 1 دقیقه. 1 دقیقه؟ حتما شوخیت گرفته. باشه، یه امتحانی میکنم. استانداردی مخصوص داره. 256 بیته. سیستم امنیتیش خیلی 30 ثانیه. خودت یه هکری میدونی که غیر ممکنه بتونم تنهایی انجامش بدم. به طرز وحشتناکی پیچیده است. یعنی چی دیوونه؟ 20 ثانیه. باشه یه بار دیگه امتحان میکنم. اینجور سایت ها یه تیم ضد هکر 24 ساعته دارن. مگه اینکه یه هکر حواسشون رو پرت کنه و یه هکر دیگه پشت سرش وارد بشه. بابا تفنگو بذار کنار. 3 نمیتونم انجامش بدم. خب به نتیجه رسیدیم. باید با هم کار کنیم تا بتونیم پایپ رو هک کنیم. درسته؟ به تیم ما خوش اومدی. مدیرعامل پایپ لیوکان کاملا به یه تیم دفاعی مجهز و پیشرفته وابسته است. تیم ضد هک اونا به صورت نوبتی شیفتاشون رو در یه اتاق فوق امنیتی تعویض میکنن. گروهشون 3 نفر است. هر 4 ساعت شیفتاشون رو تعویض میکنن. برای ورود به سیستم دفاعیشون نیاز به اثر انگشت و اسکن چشم هست. این مهمترین نقطه ضعفشونه. همینطور تنها شانس ما برای نفوذ. سلام، بفرمایید شیرینی. ببین شیرینیش خوبه؟ فکر کنم کلوچن. خدایا من خیلی خوشمزه بود. ممنون. من عاشق کلوچن. ممنون. خداحافظ. خدای من خیلی خوشمزه بود. من عاشق کلوچن. شناسایی با شکست مواجه شد. یاره ببخشید. این دیگه چیه؟ چه اتفاقی داره میافته؟ چه خبره؟ برو کنار، تکون بخور. بجنبید زود باشید. چه خبره؟ کجا دارید میرید؟ برگردید اینجا. €1,000,000 به این حساب بانکی ما در سوئیس انتقال بدید. وقتی پول انتقال دادید سیستم آزاد خواهد شد. روزتون خوش. پول منتقل کنید.来，你们俩还挺默契的啊。
那当然了，我们在一起多少年了，肯定比你默契多了呀。嗯。唉，他是想多了吧？那你去跟他聊聊呗。嗯。哎。嗯。我不会喝酒。嗯。可以尝尝。味道还不错啊。怪不得你们那么愿意喝酒，是个好东西啊。小心，酒醒了以后未必有那么好受。那就不行了。干杯！嗯。好好享受今晚。苏一去哪儿啊？当你重生的时候，再想想自己做错了什么吧。گلم چه اتفاقی افتاد؟ آزمایش کامل شد. رویارویی مصنوعی یه آزمایش روانشناسیه. ما یه خواب مصنوعی رو طراحی می‌کنیم و به امواج مغزی ترجمهش می‌کنیم و به مغز تو منتقلش می‌کنیم. از طریق آنالیز مغزی می‌تونیم به نقطه ضعف‌های شخصیتی و عمیق‌ترین ترسات پی ببریم. و همینطور می‌تونیم با واکنش‌های تو نسبت به اتفاقات هم آشنا بشیم. و البته این کلید پیروزی در افزایش تحمل روحی روانی شماست. فکر کردم فقط می‌خواید تو حد مرگ منو بترسونید. باید آماده بشی که بتونی به تنهایی از عهده مشکلاتت بر بیای. تمرینات تموم شد. مبارزه خوبی خواهد داشت. خوشحالم که تونستی مقاومت کنی. به تبریک میگم. تو دیگه مأمور مخفی ما شدی. ببخشید. ما این برنامه رو به صورت اصلاح شده توی دستگاه بلوتوث قابل هم نصب کردیم. فقط کافیه به ایمیل ما متصلش کنی. نگران نباش. به طور مخفیانه ازت تو عملیات محافظت میکنیم. از الان به بعد هر چیزی که برات اتفاق میفته دیگه رؤیا نیست. چیزایی رو که آدم بدا بهت میگن باور نکن. توی بازی کامپیوتری که نیستم. نه، انگار دیگه واقعا رویا نیست. حتی که بازی کامپیوتری هم بود دوست نداشتم بمیرم. این که دیگه واقعیه. اگه همین الان فرار کنم روح قهرمانیمو از دست میدم. درسته؟ سلام آقای هاومینگ، وقتتون آزاده همدیگه رو ببینی؟ باشه. کجایی؟ معلومه دیگه، خونه تو. جور در نمیاد. گفتم خونه تو. به اینا میگن خونه. چقدر به هم ریخته است.
بیدار شدی؟ تو کی هستی؟ زبرا. تو مسابقه هک با هم آشنا شدیم. بهت باختم. باختی؟ بخت به هات یار بود وگرنه من برنده می شدم و الان تو قهرمان نبودی. از من چی میخوای؟ میخوام که با ما کار کنی. کار روی چی؟ به زودی میفهمی. و اگه پیشنهاد تو رد کنم؟ میتونه همین الان پیاده بشی. خیلی بیرحمی. کجا داری میریم ها؟ کوالالامپور. هنگ کنگ نمیری؟ منظورم اینه که چینی هستی دیگه، درسته؟ لباساتو عوض کن. من که پاسپورت ندارم. همه چی تو کیفه. ببین این که اصلا شبیه من نیست. هی دارم با تون حرف میزنم. موبایل. ها؟ موبایل. چرا؟ از الان به بعد نباید مکانت برای کسی مشخص باشه. ناسلامتی؟ گوشیم بود بابا. همکار برگزیده ویژت همینه؟ اون مدت زیادی تو دنیای مجازی زندگی کرده. باید خودشو با دنیای واقعی وفق بده. به درد نمیخوره. واقعا عذر میخوام، ارتفاع زده شدم. همینجا بمون، جایی نیا. هی نسخه زبان چینی این بازی اومده. باورم نمیشه. بیاید یه نگاهی بندازیم. خانم مالی، ما رسیدیم. پسر جون، دوست داری بهت بگم چطوری این مرحله رو رد کنی؟ نه نمیخوام. میدونی این بازی اسلحه مخفی داره و من میتونم بهت بگم که کجای بازی هستی. فهمیدی؟ بدش من. این یه راز نباید به کسی بگی. آقا بازرسشو منم. چرا من آوردن مالزی؟ من الان تو کوالالامپورم. نگران نباش. نقش تو با استفاده از اون عروسک کوچیک برام ارسال کن. از پلیس محلی میخوام که مخفیانه ازت محافظت کنه. ای دیوونه.
این جاییه که قراره کار کنین. 24 ساعته هر چی لازم داشته باشین براتون فراهم میشه. چه داغونیه؟ هر چی لازم داشتین و فقط خبر بدین. ولی فراموش نکن دوربینه نظارتیمون 24 ساعته کار میکنن. از کارتون لذت ببرین. هی فقط برای کار ازش استفاده میکنی. میتونم یه پیام برای خونه بفرستم بهشون بگم حالم خوبه؟ ما مواظبتیم. این دیگه چیه؟ مرگ موشه. قرص جلوگیری از استفراغ؟ قابلی نداره. خیلی بانمکی. چرا محیط اینجا اینقدر گرفته است؟ این یارو ژاپنیه اصلا شبیه آدمای خلافکار نیست. این دخترم که انگار کامپیوتریه. انگار حالم داره دوباره به هم میخوره. شاید یکم چای بتونه کمکم کنه. ها؟ آقای موری، ایشون همکار تازه منه، لی هاومینگ. ممنون. چایی میخوام بدن چقدر کلاس میزنم. این چاییه؟ میترسی مسموم باشه؟ نه معلومه میترسی مسموم باشه. چی دادم؟ این میتونه خشکش کنه. نه فقط خودتو خوش کن. ایشون برای کارمون عالیه. فراموش نکنید منم یه زمانی هکر بودم. شما دوتا میتونید با هم دیگه خوب همکاری کنید. همه چیز قبل از راه اندازی نسخه دوم اوسیس آماده شده. بازرسچو، من به رئیس بزرگ نزدیک شدم. همین الان به نیروی پشتیبان نیاز دارم. سوئی، از کجا تونستی این دستگاه گیر بیاری؟ این خیلی باحاله. پسر اینجا رو باش. اینقدر حرف نزن. اوسیس در اتاق اصلی روی کامپیوتری که به شبکه متصل نیست ذخیره شده. مأموریت ما اینه که قبل از کنفرانس مطبوعاتی بهش وارد بشیم. نباید اجازه بدیم کسی بفهمه چی کار کردیم یا بذاریم پارکشین ایل درستش کنه. چطور تظاهر کنیم میخوایم تقاضای کار بدیم، بعد وقتی پارکشین ایل رفت بیرون بریم یه سرگوشی ها بدیم. نظر چیه؟ تو نمیتونی یه نظافتچی و گول بزنی. خب تو این کارو بکن. تونل ورودی با یه میدان مغناطیسی احاطه شده که هر تراشه الکترونیکی رو نابود میکنه. پس هیچ هارد یا کامپیوتری رو نمیتونیم ببریم تو. فقط پارک و همکاراش میتونن پسوردش رو وارد کنن و میدان مغناطیسی رو از کار بندازن. امکان نداره بتونیم انجامش بدیم. کامپیوتر و هاردمون رو که نمیتونیم ببریم تو. میدان مغناطیسی رو هم نمیتونیم خاموش کنیم. پس چیکار کنیم ها؟ دستگاه‌های واکی تاکی قدیمی. در حالی که تو بیرون وایسادیم ما پسورد رو با هم کرک میکنیم. بعد من دستی برنامه‌ریزیش میکنم و یه ویروس توش کار میذاریم. دستی؟
بعضی وقتا پارک حرفه‌ای‌ها رو برای تست امنیت سیستمش دعوت میکنه. یه ایمیل شخصی به مسئول ارشد امنیتش برای تایید اینکه کیا میان و کی میرسن میفرسته. پارک یه ایمیل جداگانه دعوتنامه برای کسایی که قراره بیان میفرسته که حاوی روز و زمان ملاقاته. البته نامه ها حاوی امضا و اثر انگشت پارک هم هست. نامه ها رو نمیشه جعل کرد چون مامورای حراست از یه دستگاه مخصوص برای تایید هویتشون استفاده میکنن. مجوز دسترسی. به چند تا تصویر از مصاحبه های پارک برای ویرایش نیاز داریم. این که معروف باشی و با آدم ها مصاحبه کنی ممکنه درد سرساز بشه. چیزی که باید بهش توجه ویژه کنیم اینه که دریافت ارسال سیگنال به طور همزمان میتونه کار رو بسیار سخت کنه. پس مجبوریم سیگنال موبایل رو برای عدم تداخل غیر فعال کنیم. مای موویز تقدیم میکنم. سلام. لطفاً یه لحظه صبر کنید. باید با آقای پارک برای گرفتن تاییدیه تماس بگیرم. خبرهای کوتاه. به دلیل تعویض کابل‌های فیبر نوری، سیگنال‌های شبکه تلفن همراه امروز اختلال داشته است. با خبرهای جدیدتر در خدمتتون خواهیم بود و حالا مجدداً به برنامه‌های قبلیمون برمیگردیم. از حراست تماس میگیرم آقای پارک. این دعوتنامه رو تایید میکنی؟ بله. دسترسی دکتر جان و دکتر لی از شرکت حفاظتی رو برای دسترسی به اتاق سیستم برای انجام تست تایید میکنم. بسیار خوب. باز میخوام که معطل شدید. دنبال ایشون برید. از این طرف لطفا. RI 66800 GF 7832 SK. AH 678238 چیز خوش اومدین.
خیلی خوش اومدی. لطفاً با من شاهد این لحظه ویژه باشید. سیستم عامل اوسیس برای سالیان متمادی به مشتریای خودشون خدمات ارائه کرده و تجربه امکان اعتماد و احساس امنیت رو به اونها هدیه داده و این باعث افتخاره. امروز ما این سیستم رو ایمن‌تر و موثرتر کردیم. معرفی میکنم، این اوسیس 2. یه نفر همین الان سیستم ما رو هک کرد. تمام اطلاعاتمون از دست دادیم. حالا چیکار کنیم؟ اکنون اوسیس سیستم عامل حمل و نقل عمومی مانند حمل و نقل هوایی و همینطور زمینی. ما امیدواریم آدمای بیشتری در آینده از حس ایمنی و راحتی سیستم عامل اوسیس لذت ببرن. ازتون ممنونم. چند مرتبه باید براتون تکرار کنم؟ تمام چیزی که لازم بود این بود که بچسبید به کارتون. چرا شما عوضی این کارو نکردید؟ برید درستش کنید. مشکلی پیش اومده آقای پارک؟ تو کی هستی؟ اومدم بهتون یه پیشنهاد 10 میلیون دلاری برای پس گرفتن اوسیس بدم. میدونی اون چند میلیارد میارزه؟ درسته که سیستم عامل نفوذ ناپذیر شما با یک کرم ویروس خیلی ساده آلوده شده. نگهبان! مطمئنم افراد زیادی از این موضوع مطلع نیستن که پشتوانه مالی اولین سرمایه‌گذاری تجاری شما در سئول به واسطه هک کردن حسابایی که به بانکی در سوئیس انتقال دادی تامین شد. چقدر برات مهمه که این اطلاعات در دسترس شبکه‌های خبری قرار نگیره؟ وقتی برگشتی روی صحنه اعلام میکنی که با کارفرمای من تو این سیستم عامل جدید همکاری داشتی. دعوتشون میکنی بیان روی صحنه و اعلام میکنی ایشون مالک پروژه هستن. خیلی ممنون. من یه تصمیم جدید در مورد سیستم عامل اوسیس گرفتم. میخوام اوسیس ورژن 2 رو بفروشم. مالک جدیدش یه فرد مشهور ژاپنیه، آقای تاکشی موری. خیلی خوش اومد. اوسیس در دستان من بسیار کارآمدتر خواهد شد. نمیخوام دیگه کسی قابلیت‌های این سیستم عامل رو هدر بده. Pleasure to meet you. Ladies and gentlemen, welcome the famous Asian entrepreneur, Mr. Takashi Mori. ممنون که تشریف آوردی. از اینکه اینجا هستم خوشحالم. سیستم های پیشین افکار، رویاها و آینده مشابهی رو ارائه می کردن.
اکنون در عصر جدید اینترنت و در دنیای تکنولوژی ما شاهد رشد امکاناتی برابر و جدید هستیم. ما به مراحل پایانی تکمیل برنامه نویسی نزدیک میشیم. من معتقدم این دستاورد منافع باور نکردنی را برای ما به ارمغان میاره و به خودم میبالم که اونو به دست شما میرسم. ممنون. Miss Murray is waiting for you. He's over there. آی موری، من فقط یه مدیر عامل اجرایی ام. دیوید لی رئیس تالار اتحادیه اقتصادی اروپا هستند و همینطور رئیس شرکت ایتی در سوئیس. بعد از این جلسه باید سوار هواپیمای شخصیش بشه تا به جلسه‌ای که در سوئیس داره برسه. اون 250 قطعه شمش طلا با خودش داره که از شعبه بانک مرکزی در کوالالامپور برداشت شده و به قسمت نگهداری بار هواپیما منتقل شده. قربان، شما چطور تونستین؟ یعنی از کجا اینو فهمیدین؟ همه اون شمشای طلا رو به من تحویل میدین. این حتما یه جور شوخیه. یه نگاه به گوشید بنداز. اطلاعات همتونو دارم. تنها لطفی که میتونم بهت بکنم اینه که تمام همدستانتو متقاعد کنی تا در اون جلسه شرکت کنن و همه همراه خودت، البته بدون طلاها، سوار اون هواپیما بشین و برید. شب خوش. کاپتان دوست دریایی، خبرهای جدیدی که در مورد کوالالامپور بود شنیدم و با رستوران محلی ارتباط برقرار کردم. مجبورشون میکنم خودشونو وقتی لازم داشتید نشون بدم. من غذای این رستوران واقعا خوبه. ببینم چطور اینجا رو پیدا کردی؟ هر دفعه که کاری تمام میکنیم میایم اینجا. بچه میخوام یه راستی رو بهتون بگم. امروز تولدت مبارک. نمیتونستی اینو یکم با احساس تر بگید؟ یا آهنگ تولدم خوب بوده. بگیر، این مال توه. یه هدیه. خدایا، نسخه وی آی پی. سوی گفت این خوشحالت میکنه. از کجا فهمیدی؟ ممنون. خب بیاین یه عکس بگیریم. باشه بیا نزدیکتر. بیا دوست باش. بخند. یک دو سه.来，干杯！谢谢啊。امروز بعد از ظهر بنیانگذار شرکت اوسیس گلوبال بعد از ترک کنفرانس مطبوعاتی در یک سانحه رانندگی کشته شد. درست پس از اینکه نسخه توسعه یافته اوسیس را به آقای تاکشی موری، کارآفرین برتر حوزه آیتی، فروخت. آقای موری از مرگ آقای پارک ابراز ناراحتی کرد و گفت عهد می‌بندد تا از اوسیس که بزرگترین اشتیاق آقای پارک بود حفاظت کند. برای اولین بار احساس میکنم این مرگ زیادی مشکوکه. وقتش خداحافظی کنیم. ها؟ مرگ پارک اتفاقی نبود. اوضاع داره خطرناک میشه. باید بریم. تو سوئیچ کار میکنی؟
از سوی خواستم برنامه سفرتو بچینه. برو وسایلتو جمع جور کن. یکم زود نمیرید؟ خوب نیست همکارای صمیمی به این سرعت از هم جدا بشن. مأموریت شما هنوز تکمیل نشده. باید ظرف 12 ساعت آینده یک کد در پشتی برای اوسیس بنویسید. تو میخوای وارد حریم خصوصی کاربرا بشی؟ وقت کافی نداری. باید بگم نه. انجام کار در مدت کمتر هزینه بیشتری داره. مهم نیست چقدر میپردازید. انجام نمیدم. انجامش بده. یعنی میگی به خاطر این حلقه هم حاضر نیستی؟ این که حلقه سوییه. از HB2201 HB2201 ادامه بده. HB2201 آماده پروازه. باند برای پرواز شما آماده است. سفر خوبی براتون آرزومندیم. بفرمایید. چیزی که خواسته بودی آماده کردیم. برنامه نویسی ما غیر قابل شناساییه. حالا بذار سوی بره. سوی کجاست؟ سوی پایان عملیات.
کافی، مسیر خروج اونجاست. سوی باید بری پیش دکتر. تو حالت بده. من حالم خوبه. بارگذاری تکمیل شد. نسخه جدید اوسیس به روز رسانی شود؟ بله. مردم دارن نسخه آلوده اوسیس رو دانلود میکنن. حالا چیکار کنیم؟ یه راهی پیدا کن. هیچ وقت یه هواپیمای گلف استریم رو انداختی؟ پس میخوای با سیستم اوسیس این کار رو انجام بدی؟ سوی بعد از اینکه کارشو تمام کردیم تو باید بری. کجا؟ هر جا، فقط با من نباش. سر به سرم نذار. هامینگ ببرش بیمارستان. تو دیوونه ای؟ با بازرسشو تو هنگ کنگ تماس بگیر، ازش بخوا شما رو از اینجا ببره. تو هم پلیسی؟ کد ماموریت KL 925. شوفی در KL از ماموریت A33 به فرمانده راب ولهام گزارش میده. نسخه آلوده اوسیس 2 بارگذاری شده. الان در تعقیب تک شماری هستیم. درخواست پشتیبانی فوری دارم. تو واقعا کی هستی؟ برای پلیس مخفی چین کار میکنم. بخش جرایم ویژه رایانه‌ای ACS. من در دار و دسته تکشی نفوذ کردم تا منابع مالیشون رو شناسایی کنم. پس تو اونی هستی که باز از شو میگفت. داریم کجا میریم؟ دفتر مرکزی اوسیس. بگه نسخه سالم اوسیس نیاز داریم. یه ماهواره نقشه برداری بالای کشور سریلانکا وجود داره. سرپرست برج پرواز، سرپرست برج پرواز، HB 2201 از روی صفحه رادار ناپدید شد. هواپیمای ما ظرف 15 دقیقه بهش میرسه. اما قبل از اون میخوام تصویر دوربیناشونو برای 40 دقیقه آینده عوض کنم. بنابراین کسی نخواهد فهمید که هواپیما کجاست به جز من. چرا از همون اول حقیقت رو به هم نگفتی؟ متاسفم. پیاده شید. سو هر دوتون بیرون. یه پیغام برای دفتر مرکزی دارم. من هر 4 مدیر عامل رو تحت کنترل دارم.
وقتی هواپیما فرود اومد ترتیبی دادم که هر 4 تا رو دستگیر کنن. غیبت اونا در جلسه سوئیس باعث هرج و مرج خواهد شد. کاهش ارزش یورو در اختیار ما خواهد بود. ما از مسیر اصلی پرواز منحرف شدیم. باید فوراً با برج مراقبت تماس بگیریم و ببینیم چه اتفاقی افتاده. بیاین اینجا. بیا چی شد؟ نگاه کن. چی شد؟ نگاه کنید. به دفتر مرکزی اوسیس حمله شد. دفتر مرکزی. از این طرف رفتن. در رو باز کنید. نگاه کن. کاربرا تو این نقاط نسخه اوسیس بروز شده رو دارن که الان حامل ویروسه. میتونی یه برنامه ردیابی بنویسی. با استفاده از داده‌های اوسیس بدون ویروس اطلاعات مربوط به جابجایی رو دنبال میکنیم و شلوغ‌ترین تقاطع‌ها رو شناسایی میکنیم. امضا میکنم. اون تو یکی از این 10 تا نقطه است. برای یه چیزی جور در نمیاد. هیچ کدوم از این سرورها به پایان متصل نیست. اینا فقط دستگاه انتقال داده و ذخیره سازن. الان یه ایمیل جمع میکنم تا بتونی داده‌هات از یه مرکز انتقال مخابره کنی. انتقال محرمانه. از ماری مخفی نگهش دار. آره گرفتمش. فرآیند به روزرسانی اوسیس غیر فعال شد. قربان موقعیت تکشی کشف شد. موقعیت جغرافیاییش محدود شده به M309-220-33 E101-425-39. فوراً به نیروهای پشتیبانی نیاز داریم. مالی همین الان بیا اینجا. ارتباطمون با موج مراقبت رو از دست دادیم. نمیتونم فرودگاه مقصد رو پیدا کنم. برو روی موج 25-10-12 مگاهرتز. تماس اضطراری رو امتحان کن. سیستم ناوبری رو دوباره راه اندازی کن و بهش به صورت دستی مسیر بده. عجله کن. تاکشی فقط اطلاعات پرواز یه هواپیما رو حذف کرده. هواپیما روبایی؟ اطلاعات پروازی که حذف کرده مربوط به هواپیمای شرکت اوسیسه. مدیر عاملای 4 شرکت بین‌المللی تو هواپیما. پس هدف اصلیش اینه. نمیتونم مسیر پروازش رو پیدا کنم. حتی نمیتونم وارد سیستم عامل هواپیما بشم. تاکشی به واحد اصلی دسترسی داره. حتما روی دستگاه قابل حمل کنترلش میکنه. گوشیش؟ اوسیس رو ریخته روی گوشی موبایلش. باید پیداش کنیم. هی! نه 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 نه!
زومبی بیای. آب داریم؟ برو کنار. برو کنار. دستت خوبه. تاکشی رو پیدا کردم. راه افتادی. دفتر مرکزی. هدف اصلی تاکشی از آدم رو اینه که شمشای طلا رو از کشور خارج کنه و وضعیت اقتصادی رو به هم بریزه. سمت چپمونه، بزن بهش. کارتون تمومه. سرتو بداز. ترمز بگیر. مای موویز تقدیم می‌کند. ماشین تاکشی سمت چپه. برو چپ. یه طرف است. چپ. برو. به پیش براست. اونهاش اونجاست. ستاد مرکزی داریم تاکشی رو تعقیب میکنیم. نیروی کمکی بفرستید. ماشینش رو حک کن. دارمش. چه اتفاقی داره میفته؟
سویی سویی اونو بگیری. خواهش میکنم نفس بکش. میتونی قطار رو متوقف کنی؟ فقط برای 30 دقیقه پرواز سوخت داریم. وگرنه هر دوتون میمیرید. دستگاه بده به ما. شوخی ندارم، میکشمتون. تو فقط یه گلوله داری. درست میگی، ولی اول تو رو میکشم. تو در تیر رسمی. از موبایلش برای تغییر مسیر هواپیما استفاده کن. گفته تشخیص چهره داری. دسترسی مجاز نیست. اگر یک بار دیگر امتحان کنید موبایل از بین خواهد. باز نشد. نه صبر کن، فقط یه فرصت دیگه داریم. آنگاه
گفت فقط نقاش نقاباست. خوش آمدین آقای موری. کنترل کننده مسیر حذف شد. اینجا رو سرپرست کنترل پرواز کیلا HB 2201 به صفحه رادار برگشته. موفق شدیم. آره. اخبار کوتاه. در همین لحظه دفتر امنیت شبکه حمل و نقل مالزی یک کنفرانس مطبوعاتی اضطراری ترتیب داده است تا اعلام نماید هشدار وضعیت قرمز برداشته شده است. آنها مدعی‌اند که مظنون این حادثه که مدیر ارشد تشکیلات و نفوذی آمریکا بوده به ضرب گلوله پلیس از پا در آمده است. همزمان پلیس موفق به نجات جان 4 مدیر ارشد نیز شد. 3 پلیس ویژه واحد ایسی از روز 11 این ماه تحقیقاتی را در این زمینه شروع کرده بود. با پذیرفتن این عملیات من بزرگ شدم و تونستم از حرفه و هوشم در راه درست استفاده کنم. برای منم در کنار زبرا پلیس شدم و به این حرفه ادامه دادم. اما همیشه یادم میمونه که سویی در این عملیات کشته شد. زبرا هم هیچ وقت ناراحتیش رو بیان نکرد، اما من از سکوتش میتونستم درک کنم که به خاطر از دست دادن همسرش چقدر ناراحته. بریم یه چیزی بخوریم. برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مایموویز مراجعه کنید.